همه کارا رو میفرمایید کارشناسا اینا خواهند گفت، ولی به هر صورت حضرت علی به عنوان فرمانده کل باید یه دیدگاه عمومی و یه جهت و یه تارگتی رو داشته باشید، یه تعاریفی رو داشته باشید که تیمی که شما هستن با شما هستن این تیم بتونن تو اون جهت حرکت کنن. شما همه رو واگذار کنید که کارشناسا بعدن هر چه گفتن، به نظر میاد که اون یه مقداری اون مسئله گیر میکنه. و یه نکته آخر سوال من، به هر صورت الان این 70% از اقتصاد دست یه عده از مدیران و مسئولین داره میچرخه. اینا رو میخواد چیکارشون کنید؟ اینا رو میخواد به مردم به اینا بگید آفرین امان الله برید تشویق منزل یا تشویق خارج؟ برای اینا چه نقشه‌ای دارید که اینا راحت نیروهای ذی‌نفع بازدارنده نشن، خود اینا مانع این کار نشن؟ طرحتون چیه برای اینا؟ فمن ازلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاء الیس فی جهنم مثوی للکافرین الذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. این اویدنس در مدیریت هم هست، evidence based decision making، یعنی بر اساس شواهد تصمیم گرفتنه، بر اساس شواهد پالیسی اجرا کردنه. اگه اون شواهد کسی بیاره، اونی که کی شواهد بیاره صاحب فرایند داره. من نمیتونم بیام در این روش بگم من میخوام این کارو بکنم. اگر من بگم شما بپذیرید، هم من خیانت میکنم هم شما یا هر کسی که بپذیرد. باید بپذیریم این رو، به اون کارشناسایی که این کارن بسپاریم، این کارشناسا بشینن، اون شواهدم تازه اون کارشناس هم نمیتونه تنها بگه آقا این شواهد دنیاست، این مستنداته، اینم تجربه های بین المللیه، ما اگه این کارو بکنیم این اتفاقی میفته، روش داره. حضرت علی السلام در همون خطبهش که میگه گردنمو گرو میذارم، میگه این من سرحت له الابر اما بین یدیه من المسلات حجزت التقوی ان تقهم الشبهات. اگر کسی جریان‌ها رو، سیرها رو، روندهایی رو که برای حل مشکلات و جنگ‌ها و اقتصاد و هر چی که میگید بداند و اگر تقوا داشته باشد، یعنی ابزار تصمیم گیری درست داشته باشد، این تقوا نمیذاره راه غلط انتخاب کنه. بقیه‌شو شما بگید. ببخشید.